کمک کردن خدا اینا قدر آدم جمع کردن نماز خواندن کوری بهترین کار شده. چکنم خدا چنین میخواهد نعمت همه بر دشمن دین میخواهد. فرعون لعین نشسته بر تخت زمین موسی خدا نان جبین میخواهد. کلام سالی ندارد اعتباری کلام عقلی بود مقبول باری. عطای فضل حق عقل است تکفیر به فرمان خداوند موافق. کلامی خواهی را معنی طلب کن نه اینکه دلبری شمای لب کن. که روح در ازل قالو بلا گفت تنه در بستن شیطان چرا خوف. برادر جانا همه کسا خوش اومدن همه تان در دوگو هستیم که در حقیقت دستگیری همه ما و شما بود بابا جان به طرف نموندین دستگیریش کردین نه روز خستین اومدین اگر بابا جان تو در خداوند صبر داد تو این روزا این قدر برادر جمع کردی این قدر کروی نه کردی این قدر عبودی کردی ما ای خودت مینداریم که انا ما ای همین مردمی توجیک ای همه مردمی توجیکی سربلند مینداریم که نه روز این قدر سرجم شدیم این قدر آدم ای مقصد گپ بزنه که مقصد بابا جان خسته سبب شد بابا جان ما مردمی توجیک این ماچتا ساختیم کدامی که در همینجا دستگیری کردم اکرا ما ای صدقان ای دل خودم دوام میکنم که خداوند سربلند خانه آباد خیر جوریده قبول کرده خیرشون زنده باشین برادر جان سربلند باشین خوری را نبینین کجای در باشین سربلند باشین آباد باشین همه وقت دوست باشین یکدیگر فهمی کنین یکدیگر را حرمت کنین من فکر میکنم پیشروی ما در یکدیگر را حرمت کردن میشود ما در همین اکا گپ ندارم ای خود تاجیکستان خستم اومدم مقصد که همین ارکلیکی مچتی هم برادر نه نیست تا بگو هیچ که